رستورانی به آموزش بدم لذت چه ببری تا آخر ویدیو با هم باش. ابتدای کار مرغ تو داخل محلول آب نمک 5% 2 الی 2 ساعت و نیم استراحت بده. برای سس حرفه‌ای پیاز و سیر نگینی شده رو تو روغن داغ تفت بده و زردچوبه و فلفل سیاه و ادویه کاری و نمک و زنجفیل ادویه‌ای هستن که تو ابتدای کار باید باش تفت بدی. یه ذره که طلایی شد و رنگش برگشت رب گوجه رو بهش اضافه کن و آب قوره و زعفرون اصل کائنات آب جوش رو بهش اضافه می‌کنی و برای زیر مرغ هویج و فلفل الما و پیاز مرغا رو میچینی و بعدم سس رو میریزی روش و بره برای 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت پختن. وسطای کار پختن چند تا دونه هل و یه ذره گلاب بهش اضافه می‌کنی. گلابو زیاد نریز که بوی بهش زهرا میگیره. نتیجه کار یه مرغ دمی حرفه‌ای رستورانی. این ویدیو رو بفرست برای رفقات لذتش رو ببر.